دوستانی انار بهترین با تشبوسی یعنی اکو اسکندر استاد گروه انگور و باغ تشکیل کردند. من راستی گپ خیلی خوشبخت هستم که در این آزمون اشتراک کردی استادم. من یک دوستداری باغ و همین درخت‌های میوگی میباشم. از کوهستان مسشاه آمدم. خیلی شاد شدم امروز که در همین آزمون اشتراک کردیم. من به همین اشتراکچیان که خیلی زحمت کشیدن، انارهای بهترین اینجا منظوری ما کردن و به تشکیل کنندگان آزمون و این استادان رحمت و تشکر خود ما میگویم و از همین کوهستان مسیح آمدم یک دو بیت میخونم برای شما. سلام باشید. ای یاران همه اتحاد بنیاد کنیم، ای دل را ز غرور و کینه آزاد کنیم، ای خواهیم به دهر خاطر شاد کنیم، دست بدهیم و وطن آباد کنیم. ای خواهیم به دهر خاطر شاد کنیم، دست بدهیم و تاجیکستان آباد کنیم. سلامت باشید. من از خوش شادی این حال معلم آموزگاری فن فیزیک و متماتیک 44 سال کار کردم و این حال در نفقه می باشم. مخصوص اومده برای گروه انگور و باغ؟ مخصوص از بچه کوی؟ از کوهستان مسجد. از کوهستان مسجد برای گروه انگور و باغ اومدن. دیدید این شعرخوانی رو ببینید. خلق مسجد دائم خلق با فرهنگ بود، با فرهنگ میموند، پیش بود. رحمت به شما. حاضر ما سخن رو با یک از استادان بزرگی سوحه انار پروری که یک عمر خود رو با پرورش انار دادن در دولت افغانستان با استاد آقای محمد ملنگ دادم میدیم. آقا جان گپ زنید. یک تشکر بسیار زیاد. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه از دوستانی که نو همراهشان معرفی شدیم و عالمان کشاورزی جمهوری تاجیکستان است احساس خوشی میکنم و همچنان افتخار میدانم که ما در میتور یک محفلای با شکوه آموزنده اشتراک میکنم. و در قدم سوم از اپای محبت تشکر میکنم که اینا امی زمینه سازی برای ما مساعد ساخته و مانند شما و دوستا از نزدیک ببینیم، تعارف حاصل کنیم و معرفی شویم. ما در چوکات تشکیلات زن و زمین وقتاً به وقتاً یگان سمینارها را پیش میبریم در ساحات مختلف تاجیکستان. واقعا ما با باغدارای تاجیکستان زیاد آشنا شدم، شناس شدم. واقعا بسیار مهنت میکنه در بخش باغداری و ما هم امی وعده را میتیم با همگی امو توان و انرژی که ما دارم اونمو فهم و دانشی که ما در پرورش انار و سایر مسائل کشاورزی دارم انشالله دریغ نخواهد کردم و کوشش میکنم که از توان بالاتر مصدر خدمت برشان واقع شوم. دیگه بازم یک جهان تشکر میکنم از اینکه مرا وقت دادین و سخن گفتم. ممنون شما. امیدوار هستم که در تو مجالس آینده هم اگر اشتراک کنم برای ما خوشایند خواهد باشه. سلامت باشید. معلم محترم، اگر دل خو کسی که خواهد که باغ انار کند و امتیاز با تجربه شما دارد میتواند به شما مراجعت کند، درست؟ مشکلی نیست. ما در مجموع تشکیلات زن و زمین هر نوع خدمت باشیم. شد انا اپای محبت شما میوبند با اپای جان رحمت به شما و همه اومدگی رحمت عمر دراز صحت و سلامتی خواهانم، بردباری خواهانم. خدا اگر زنده باشد و سال آینده ما ساخت سلامت باشید ممکن بخوریم. خدا میدونه پریشان نکنه. دولت ما را همیشه آباد و آزاد نگه دارد و راهبری دولت ما در پناهش نگه دارد. همه کوشش تلاشاشون در پیشبرد دولت، در ترقیات دولت وطنی عزیز ما جامعه عمل پوشاند. و همه شماها رای سفید همه به خانه هاشون و نزد عائله خودشان صحت سلامت روند و به همه اتون کشایش و برار برکت عطا فرماید. الله اکبر. رحمت تشکر.